سلام بچه، چطوری؟ من عرفان دیویتی هم خیلی خیلی خوش شدم به چنل خودتون. امروز قراره یه وی پی ان بهتون معرفی کنم که در زمانی که نت ملی شد شما بتونید از برنامه‌های خارجی مخصوصا کال آف استفاده کنید و لایک کام ساب بهتون نره. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب برای بچه، امروز اومدم یه وی پی ان بهتون معرفی کنم که در زمانی که مثلا نت ملی شد، نمیدونم نتاتون قطع شد، هر اتفاقی افتاد، این وی پی ان میتونه کمکتون کنه تا نتتون وصل باشه و نت ملی رو دور بزنید. بچه واقعا شرایط خوبی نیستش. الان نت خیلی ها قطع شد. الان یه سری ها اصلا نمیتونن برن تو کالاف. بچه بهتون پیشنهاد کنم به شما با وی پی ان تو کالاف نرید. مثلا با به غیر از این وی پی انی که من بهتون معرفی میکنم، چون ممکنه با هر وی پی انی برید کالاف اکانتتون رو بن 10 ساله کنه و با هر وی پی انی نرید. با این وی پی انی که من بهتون معرفی میکنم برید و واقعا شرایط خوبی نیست. تو این اعتراضات و این داستانا نت یه سری جا قطع شده، نت یه سری جا ملی شده. نت منم قطع نی، ولی الان من خودم با کانفینگ پولی وصلم، از یه بات خریداری کردم. همین دیگه. امیدوارم هر چی زودتر این شرایط درست بشه و هر چی زودتر شرایط کشور به روال قبل برگرده. بچه میبینید من کم براتون ویدیو میگیرم. واقعا حس و حال ویدیو گرفتن نیست تو این شرایط. من قول داده بودم شنبه طبق الگوریتم پیش برم، ولی واقعا حس ویدیو گرفتن نیست. من 12-13 تا ویدیو تو چنل گرفتم، ترکید چنل، یعنی ترکوند. 30 تا ساب گرفتم. خیلی ها مثلا با 20 تا ویدیو هم 30 تا ساب نمیگیرن، ولی منظورم اینه فعالیت میکنم این به بعد، ولی یک کم کم تا وقتی شرایط بره والا قبل برگرده و اون موقع فعالیت رو به طور منظم طبق الگوریتم پیش بریم. بچه من الگوریتم چنلم بهتون بگم، پستم کردم. الگوریتم ولی عوض شده. روزای شنبه، دوشنبه، پنجشنبه ساعت 19 تا 20 ویدیو داریم، ولی احتمال زیاد همون ساعت 7:30 ویدیو رو آپلود میکنم، چون ساعت 7 میذارم که آپلود شه. حالا 7:30 تا 8 آپلود میشه، بستگی داره حجم ویدیو چقدر باشه. یه مثلا 7 رو ویدیو آپلود شد تو یوتیوب، من 7 دیگه میذارم آپلود شه، بستگی به شرایط نت هم داره. بچه دیگه خیلی حرف زدم. امیدوارم هر چی زودتر اوضاع درست بشه و شرایط به روال قبلی برگرده. بریم سراغ ویدیو. خب برابرش میخواستم یه کانالی تو تلگرام بهتون معرفی کنم که شما میتونید با استفاده از کانفیگ های این چنل موقت از تحریم عبور کنید، از نت ملی عبور کنید. یعنی چنلش رو بهتون نشون بدم. همونطور که مشاهده میکنید 1,400,000 عضو داره و آیدیش هم اینا بردارید و شما باید بیا اینو کپی کنی و اونجوری که بهت یاد میدم تو ویتوره پیست کنی. حالا ویتوره متاسفانه گوگل پلی نداره و خودش اینجا زده چجوری باید نصب کنی. من بهتون نشون بدم. اینا خود گوگل اینجا زده. روی این گزینه میتونید بزنید روی آموزش نصب. رو اندروید، آیفون، ویندوز هر کدومو دارید روی اون بزنید و باز کردن بزنید. حالا من قبل دانلود کردم، الان من بزنم روی دانلود میشه. این چنل خیلی چنل کاملیه و واقعا بهترین چنل کانفیگ حال حاضره. حالا بریم بهتون یاد بدم چطوری باید اینو توی ویتوره پیست کنید، یعنی توی ویتوره وارد کنید. شما روی این میزنید، روی این گزینه، روی این خط قرمزه روی میزنید و الان نوشته کپی شد. این زیر نوشته کپی شد. شما وارد ویتوره میشی و روی این به اضافه میزنی. روی این به اضافه. بعد که روی این به اضافه زدی، روی گزینه دوم کلیک میکنی. روی گزینه دوم. بعد اینجوری کانفیگ شما پیست میشه. به همین راحتی شما الان نت ملی عبور کردی.